اگه توی این تابستون دنبال یه جای خنک در این حال خاص و قشنگ برای سفر میگردی، روسیه باید انتخاب اولت باشه. بیشک بهترین زمان سفر به روسیه از خرداد تا مرداده. یکی از خاص‌ترین اتفاقاتی که توی سن پترزبورگ اتفاق میفته که به شب‌های سفید معروفه، یعنی تقریباً خورشید غروب نمی‌کنه و شهر تا نصف شب روشنه. شب‌های سفید یه حس جادویی داره که تو حتماً باید بری از نزدیک ببینی. و یه نکته دیگه، چون خیلیا توی این فصل به روسیه سفر میکنن و ممکنه هزینه بلیط و هتل بالا باشه، بهتره که اگر قصد سفر به روسیه داری تو از قبل برنامه ریزی داشته باشی. خلاصه که تابستون روسیه یه تجربه خاص و به یاد موندنیه، حیفه که از دستش بدی.